سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. صدای من از اداره پست میشنوید. اومدم قرارداد خونم رو که امضا کردم برام فرستاده بودن پست کنم و این ولاگ رفتم به خونه جدیده. حالا با هم هستیم ببینیم که چی میشه. تبخالم دادم و دوتا تو صفم بیرونم یه طوفان شدیدی شده، همه پناه آوردن این داخل. شانس وقتی کار اداری دارم، یعنی من از همین الان که اومدم از خونه بیرون هوا عالی بود. اومدم رفتم تو اداره پست، نامه‌مو دادم پست، اومدم بیرون که برم هوا رو داشته باشیم. اینجا پناهگاه داره، خیلی بارون شدیدیه ولی بارون تابستونی، اینایی که زود قطع امیدوارم بشه. خب بچه من نامه‌مو پست کردم، اومدم پیش یکی از دوستام یه قهوه‌ای بزنیم. ساعت 4 بعد از ظهره. می‌خواستم این اون کلینیک رو بهتون نشون بدم، یه کلینیک توی شهر آخن که جزو یکی از خفن‌ترین کلینیک‌های اروپا محسوب میشه. اینجا موارد اضطراری اورژانسی بیمار با هلیکوپتر بیارن و خیلی خفن. یعنی هوا ابرای داغون رو نگاه پشت سر من. امیدوارم صدا رو بشنوید. بچه ها ویدئوی خونه و رفتن به خونه جدید و خوابگاه جدید احتمالا توی چند روز متوالی گرفته میشه، چون که امروز من فقط قراردادم امضا کردم و پست کردم و کار خاص دیگه ای نکردم. الان باید منتظر بمونم تا اینکه نامه که فرستادم، یعنی قراردادی که امضا کردم فرستادم به دستشون برسه. بعد برام ایمیل میاد و یه تاریخی مشخص میشه که برم کلید رو تحویل بگیرم. توی این ویدیو دارم یه کوچولو حالا اطلاعاتی که خودم در مورد گرفتن خوابگاه دانشجویی دارم باهاتون در میون میذارم. البته آخر ویدیو، پس آخر ویدیو با من باشید. الان دارم بیارم خونه یکی از دوستام. دیگه گفتم ساعت 4 بهش زنگ زدم، خونه بود. گفتم برم چیشه قهوه‌ای بزنیم با هم، یه خورده با هم صحبت کنیم. دلم بیشتر از همه واسه این درخت لعنتی تعیین شده بود. آخه بچه ها من اومدم باشید دوربینو برگردونم. سلام، چند روز گذشت از ویدئویی که آخری آپدیتی که دیدید. من رفته بودم قراردادم و فرستادم. الان اومدم روزیه که کلید رو تحویل بگیرم و اتفاق جالب اینه که خوابگاهی هستش که روز اولی که اومدم آلمان دقیقا تو همین خوابگاه زندگی میکردم به مدت 3 سال و الان دوباره اومدم تو همون خوابگاه. البته خب آپشن دادن که کدوم کجاها رو میخوای، اینجا و اینجا و اینجا خالیه، که من دیدم این خوابگاهی که تو زندگی میکردم خالیه و انتخابش کردم چون که خیلی دوستش دارم. خیلی خوشگله اینجا. حالا بهتون نشون میدم. الان میرم کلیدمو بگیرم، بعد میریم داخل خونه و میخوام در مورد گرفتن خوابگاه دانشجویی بهتون یه سری توضیحات بدم با مهمون ویژه‌ای که داریم. حالا آره الان خونه قبلیمون رو بهتون نشون میدم. من و علیرضا داداشم که قطعا میشناسیدش با هم دیگه اینجا زندگی میکردیم. از اول ورودمون به آلمان توی همین خوابگاه بودیم. یه خونه فامیلین داشتیم. فامیلین یه خونه هاییه که برای هول شده. ما این بالا بودیم، یه بویده ساختمون بعد من و علیرضا از همون اول که اومدیم توی این خوابگاه زندگی میکردیم و درخواست داده بودیم از ایران، یعنی ترکیه که بودیم، درخواست خوابگاه رو داده بودیم و به همون خوابگاه داده بودن. اون موقع وقتا اینقدر طولانی نبود واقعا، الان خیلی شلوغ شده. بچه این
بالا خونمون بود. بعد فامیلین بود، چون ما خواهر برادر بودیم بهمون این خونه رو داده بودن. یه خونه بود که یه پذیرایی داشت، 2 تا اتاق بزرگ داشت، یه آشپزخونه بزرگ داشت و حموم داشت و 2 تا دستشویی. خیلی باحال بود واقعا. حالا الان ولی من اومدم به تنهایی بازگشتم اینجا، چون علیرضا دیگه اصلا توی این شهر نیست، توی یه شهر دیگه آخن هست. و اتفاق جالبتر دیگه ای که افتاده، موقعی به من خونه دادن که شاید دوباره مجبور بشم یه تغییر بزرگ دیگه ای تو زندگیم ایجاد بشه، ولی چون هنوز نتیجه نهاییشو خودم هم نمیدونم و مشخص نیست، فعلا چیزی بهتون نمیگم، ولی اگر اتفاق افتاد حتما بهتون در جریان میذارمتون. بریم کلید رو بگیریم، با ما باشید. چی شده؟ چرا؟ داره حرف میزنه؟ صداش میاد. زنگ زدم به گوشیش، صدای زنگ به گوشیش هم شنیدیم. پس چی میگن آلمانیا خیلی پونکتلیش و خیلی ولی اشراتی ما میشناسیمش دیگه، اینجا زندگی میکردیم. پایه ترین هاوس مایستریه که من تا حالا دیدم. چطور؟ خدایی؟ چطور؟ کوله. از چه نظر؟ از همه نظر. مثال؟ همیشه قایشباره، همیشه در دسترسه. هر موقع بهش زنگ بزنی بگی فلان کار دارم سریع میرسونه خودشو. خیلی باحاله. هاوس مایستر خوب نعمت. صدا فکر نکنم باشه ولی چرا؟ هست؟ بخش باشه. Herzlich willkommen. اصلا فکر کنم خوش شدم منتظر بودم و اصلا بچه این اتاق منه. خب بعد من تو قاعدتا توی اتاقی اومدم که همخونه دارم، خب ولی الان این اتاقم هنوز خالیه. اصلا کلا خونه خالیه. خالیه. هیچکی توش نیست. و فقط من توشم. البته طبیعیه چون که الان اول ماه احتمالا حالا میاد دیگه، یعنی پر میشه. این امیدوارم همخونه‌ای خوب باشه. شاید هم باشه، الان خونه نیست نمیدونم، ولی هیچ خونهش تغییر نکرد و کاملا معلومه هیچ انسانی توش نیست و تمیز هم کردن. و هاوس مایستر هم رفتیم باهاش صحبت کردیم، منو شناخت، گفت اینجا چیکار می‌کنی دوباره؟ گفتم که من دوباره برگشتم ولی بدون علیرضا تنها. و بهش گفتم که نمیدونم چقدر دیگه اینجا ممکنه که دوباره بخوام برم، ولی فعلا هستم. گفتش که امیدوارم که همه چی برات خوب پیش بره. مرسی. خب بریم ببینیم. کلا اینجا بهش میگن خوابگاه سوایاویه. 2 تا خوابه که یه همخونه‌ای داری. حالا اتاقشه فعلا خالیه دیگه. این هم که گازمونه، یخچال، بعد شیره آب، کابینه یا مشترکه با هم خونه‌ای، صندلی، دستشویی، حموم که بازم مشترکه. فیلمبردار اختصاصی آوردم امروز. اینجا هم که اتاق منه. بریم دیگه بریم تو. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من چون اینجا قبلا بودم و زندگی می‌کردم خب میشناسم، یعنی دیده بودم که قبلا چجوریه اتاقای سوایاویه چجوریه، چون بچه‌ها بودن اینجا زندگی می‌کردن میومدیم خونه هم دیگه. ظاهر و باطن کمدش هم پشت لباساتون توی پیش بزن. ویوت بگذارم. ویوتم به این حیات پشتیه. خیلی سبز این خوابگاه واقعا دوست دارم. خیلی. خب حقیقتشو بخوای داستان خونه و خوابگاه توی حالا آلمان
خیلی خیلی پروسه طولانی و متفاوتیه برای هر شهر و ایالتی که حالا شما توش دارید زندگی میکنید. منم فقط میگم یه چیز کوچیکی که تا الان مثلا میدونم و باهاتون در میون میذارم. بچه‌ها ببینید توی آلمان خوابگاه‌های خصوصی داریم، خوابگاه‌های دولتی داریم که حالا مخصوص به خود دانشگاهه و دانشگاه ارائه میده که معمولا قیمت‌هاش به صرفه تره و اجاره حالا توی این ایالتی که ما هستیم اجاره خوابگاه از 160 یورو ماهانه شروع میشه، ولی مثلا خوابگاه‌های خصوصی هستش که 500 یورو یا تا 700 یورو هم ممکنه که اجارش باشه و هیچ به نظر من خیلی فرق خاصی نداره، فقط تو پرایوسی خودتو داری و کل فضای حالا خوابگاه واسه خودته، یعنی اون اتاق و دستشویی و حموم و همه واسه خودته، کسی دیگه نیست. یه جورایی آینسل آپارتمان هم بهش میگن که اون اجارش خیلی زیاده و اونم هم خصوصی داره هم دولتی که خصوصیاش هم خیلی گرونتره، همین که صف انتظارش خیلی زیاده. مثلا من خودم قبل یعنی همزمان با اینجا که اینو درخواست دادم یه خوابگاه خصوصی هم توی همین شهر خودم میدونم ارائه میده برای دانشجوها درخواست دادم و هنوز نوبتم نیومده و از بچه‌ای که اونجا زندگی میکنن شنیدم که تا 1.5 سال هم تو صف انتظار بودن و از نظر اندازه و اینا دقیقا یه اتاق همین قدیه، ولی خب دستشوی همون ایناش همش تو همینه و واسه خودته. خوابگاه دولتی همینجوری مثل اینجا 2 خوابه داره، یعنی که یه هم خوده داری، بعد بیشتر میتونه بشه 3 نفر باشید، حتی مثلا هستش یه خوابگاه دیگه نزدیک همین جایی که تا 6-7 تا همخونه میشن که با هم هر کی اتاق جدای خودشو داره ولی فضای آشپزخونه و سالن و دستشوییشون مشترکه. خب اونم اجارهش هیچ فرقی نمیکنه، فقط میگم تعداد بیشتری توی یک خونه با هم هستید ولی اتاقهای جدای خودتون داره، یعنی مثل خوابگاه ایران نیست که مثلا همه با هم 6-7 نفری توی اتاق باشید و تختای جدا داشته باشید، نه، هر کی اتاق خودشو داره، تنها چیزی که مشترکه آشپزخونه و دستشوییه که این به نظرم خیلی آپشن خوبیه واقعا، چون که اینجوری خیلی سخت میشه واقعا. اصلا شما باید حتما دانشجو شده باشید در حالا شهری که هستی، دانشگاهی که هستی و بعد میتونید درخواست خوابگاه بدی و توی حالا این شهری که من هستم شهر اسن قبلا یعنی 3 سال پیش که من همینجا خونه گرفتم 3 ماهه فکر میکنم جوابم دادم، ولی الان شده 6 ماه صف انتظار و خیلی طولانی شده، خیلی هم شلوغ شده. اینجا هم آینسل داره و منم درخواست دادم ولی گفتن که پره و فعلا بیا توی این اتاق و همچنان تو صف انتظار برای آینسل باش تا نوبتت بشه. معلوم نیست که نوبتم بشه، اگه نوبتم بشه میتونم برم اونجا عوض کنم. الان شده 6 ماه ولی مثلا تو شهری که علیرضا هست آخر اونجا میدونم خیلی خیلی طولانی تر از اینجا، تا 9-10 ماه وقت صف انتظار لیست خوابگاه طولانیه و هیچ راهی هم نداره که مثلا بخوای این مدت رو کوتاه‌تر کنی واقعا و با این دوره رو. علیرضا 2 ماهه گرفت و شرایطش رو توضیح داد، چون که حالا میگم اینجا ما خونمون رو از دست داده بودیم، علیرضا هم داشت دانشگاهش اونجا شروع میشد ولی هنوز خونه نداشت. بعد ایمیل داد به حالا مسئول اونجا و شرایطش رو توضیح داد. خیلی مهمه که تو حالا داستانی که داری و واسه شون توضیح بدی، اگر اون انسانی باشه که بخواد کمکت کنه و درک کنه میتونه کارتو راه بندازه. بستگی داره که اوضاع چقدر بحرانیه، چون واقعا بحران واسه شون مهمه و حالا قطعا شرایط ما هم توی این قضیه تاثیر داره. یعنی مثلا من اگر برم یه جای مثلا واسه خوابگاه حضوراً، من واسه همینجا 4 بار علاوه بر اینکه تو صف بودم حضوراً رفتم و هی گفتم چرا نوبتم نمیشه، من سختم هی از آخر بخوام برم بیام و اینا، تا اینکه بالاخره 6 ماه بهم دادن
علیرضا با همین شرایط تونست 2 ماه بگیره، چون که اون خیلی اوضاعش مثلا فشرده تر بود خب و درسش داشت شروع میشد، باید تمرکز میکرد، باید خونه میداشت، خلاصه اوکی شد اونم. فعلا اینجایی، یعنی اینجا تا زمانی که من بتونم از پس هزینه اجاره خونم بر بیام خب میمونم اینجا. دقیق صورت قطعا گندگون میشم یعنی اخراجم میکنم، مثل اتفاقی که دفعه قبل افتاد واسمون. ما اینم بهتون بگم، ما سری قبلی که ما خونمون رو از دست دادیم اینجوری شد که ما 2 ماه اجاره خونه رو نتونستیم پرداخت کنیم و همینجوری پرداخت نکردیم و به هاوس مایستر یعنی مسئول خوابگاه هیچ ایمیلی ندادیم، خودمون رو مله نکردیم که مثلا ما پرداخت نکردیم، لطفا به ما یه فرصتی بدید تا فلان تاریخ مثلا این 2 ماه اجاره رو میزنیم. اگر ما این ایمیل رو میدادیم قطعا به ما فرصت میدادن و ما رو یهویی اخراج نمیکردن از خوابگاه، چون ما 2 ماه اجاره ندادیم. بعد یهویی یه روز صبح پا شدیم ایمیل اومد که تا 1 هفته دیگه باید خونه رو خالی کنیم. خیلی روز، دقیقاً پارسال در یک همچین روزی، همچین تاریخی ما توی همچین وضعیتی بودیم که به ما ایمیل دادن که تا 1 هفته که باید خونه تخلیه کنید. چرا؟ چون که اجاره خونه ندادید و مله نکردید خودتون رو. واسه آلمانی‌ها مله کردن خیلی 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 مهمه. یعنی چی؟ یعنی تو باید هر مشکلی که برات پیش میاد، هر قشنگی که باید پرداخت کنی و پرداخت نمی‌کنی بهشون اطلاع بدی، بهشون شرایطت رو توضیح بدی. خب اون موقع اونا میبینن که اوکی تو حواست به این موضوع هست و احساس مسئولیت داری روی این موضوع، ولی شرایطش رو نداری که حالا پرداختش کنی. خب و بهت مهلت میدن یا واسط قسط‌بندی میکنن. ولی ما چون خیلی نو بودیم و خیلی هم استرس داشتیم و تو شرایط پیچیده بودیم، واقعا ذهنمون کار نمیکرد که باید چیکار کنیم. چی میگم؟ و این اتفاق واسمون افتاد که گذشت. فعلا الان همه چیز سیفه، خوبه. امیدوارم همینجوری خوب بمونه و بتونیم بیشتر، چون ما این مدت میگم ما مثلا 3 سال و نیمه که الان آلمانی واقعا اونجوری که باید نتونستیم روی درسمون تمرکز کنیم، چون که خیلی بیشتر روی این بودیم که اوکی هزینه‌های زندگی رو چیکار کنیم. و خب همونجوری که بارها هزاران بار گفتم دولت آلمان به دانشجوها کمک مالی نمی‌کنه. خب دیگه من نمیدونم، چون که خیلی موضوعات مختلفی یه اومد تو ذهنم، فکر کنم خیلی هم پرحرفی کردم و از این شاخه به اون شاخه پریدم، ولی هستم من در خدمتتون و هر سوالی که بازم در این مورد واسهتون پیش اومد در مورد خوابگاه یا در مورد هر چیزی که خواستید من واسهتون ویدیوشو بگیرم، بازم تو کامنت ها برام بنویسید و بهم بگید که چیا دوست دارید بدونید و چه چیزایی ذهنتون رو درگیر کرده. امیدوارم که این فصل از زندگیمون خوب پیش بره و دیگه روزای سخت رو نبینم، واقعا نبینیم، یعنی هیچ کس نبینه، چون خیلی بده. خیلی خیلی خوب بود این ولاگ، واسه من خیلی جذاب بود. حالا تا اینجای کار امیدوارم که به شما خوش گذشته باشه تو این ولاگ و توی ویدیوهای بعدی خیلی زود میبینمتون. تا بعد، خداحافظ.